درود بیکران خدمت تمام املت بازا و تخم مرغ بازا و سوسیس تخم مرغ بازا و نیمرو بازای کل کشور که میشن کل ایران. از درود به تمام مردم ایران عزیزمون. امروز براتون کار صنعتی با سنتی رو آوردم. ببینین با ما چه کار طلاییه. یکی از اساطیر بزرگوار تخم مرغ بازی هم میخوام براتون بگم که استاد بزرگوار جناب بروسلی، ای مامای سوسیسه چیه چسبیده اینجا، جناب بروسلی هم موقع ضربات سنگین میگفت خدا. این ضربه دیدی تخم مرغ اصلا به فنا رفت، میگفت خدا خدا خدا. بعدی ای وای یادم رفت خدا. خب برای اینکه این کار رو ببینیم چقدر میتونیم زیباتر کنیم، کمی زردی رو میبریم در حواشی، میشه کوی زرده و کوی سوسیسه، محله های بالا پایین محله های مان. برای خوشگلی کار و تراوت دادن به کارم کمی از این فلفل دلمه اضافه میکنیم و پارنگ سبز با این رنگ نارنجی و قرمزی اینا که قاطی میشه عجب چیزی میشه. این بشقابمونم براتون آپدیت دادم بابا برین خدا وکیل قدر مستر تخم مرغ رو بدونیم. ببین براتون رفتم از نمک صورتی از کوههای تبت از سمت سمنان آوردم. واقعا نمک صورتی خواص متفاوتی داره. رئیس فدراسیون بودن همینجور چیزا شروع شده. فکر نکنی من همونجوری فقط تخم مرغ شکستم و گفتم خدا. نه آقا جان، واقعا تلاش های مکرر. از سمنان برو به تبت، از تبت برو به بروسلی، از بروسلی بیا به سواحل کاناری. بالاخره این تمام مسیرها رو رفتم تا تونستم این طلا رو به شما الان ارائه بدم. الان نمیدونی نمک صورتی چه کاریه، اصلا خیلی رومانتیکه. میدونی اصلا تخم مرغتو رومانتیک میکنه. وای ببین چه طلایی شده، چه طلایی شده، واقعا باور نکردنی. من میدونم که الان خیلی هاتون شاید منو قضاوت کنیم، زاولینو خاموشش کنم، انگار کفش خیلی دیگه تدیگی داره میشه. شاید خیلی ها قضاوت کنیم بگیم بابا این چجور رئیس فدراسیونیه، سوسیسو هم نزد. ای بابا این سبک ایتالیاییه، اسمش دسوسیسو مرقینو ققاس. این سبکش دقت کنین یه رو خامی یه رو پخته است. بس برین دیگه پشت سر استاد یه موقعی حرف نزنین. جناب بروسلی هم به یاد بیار که ایشان استاد بود و همچنان مرغ بازی میکرد. خدا حافظ شما باشد.